سلام بچه ها، چطورین؟ امیرایتو هستم و با یه ترفند خفن دیگه اومدم که این دفعه به شما یاد بدم که چگونه وقتی میخوام به نفر نگاه کنین طور که خودش نفهمه این کار رو انجام بدین. قبل اینکه ویدیو ببینی حتما این ویدیو رو لایک کنین، چنل ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله بغلش هم بزنین تا ویدیو جدیدم به دستتون برسه. و نظراتتون در مورد که ویدیو باید درباره چی باشه زیر این ویدیو بنویسین. Let's go. برای این کار اول باید شما به این ویدیو قبلی رو ببینید که چجوری ما گفتیم که میشه برنامه فیلتر رو بدون فیلتر شکن دانلود کرد، چون این کار حتما نیاز به این کار نیاز داره که در ویدیو قبلی گفتم. وارد پلی استور میشه، بالا سرچ کنید لیو والپیپر خودشو. ما اینجا به این برنامه نیاز داریم چون این برنامه کیفیتش نسبت به بقیه برنامه خیلی بهتره. من حالا اینو قبلا دانلودش کردم. اوپنش کنیم، رو گزینه دوم کلیک میکنیم، ست والپیپر رو میزنیم. ازتون میپرسه که فقط روی خانه اصلیتون باشه یا هم روی خانه اصلیتون باشه هم صفحه قفلتون. ما هر دو رو میزنیم. برمیگردیم و همینطور که مشاهده میکنید وقتی نشستین اون طرف فکر میکنی که شما دارین با گوشیتون کار میکنین، در صورتی که شما دارین به اون نگاه میکنین. و این طرف یه جور غیب کردن گوشی هم میشه بهش گفت. ببینید فقط یه چیز خیلی 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 ضروری این برنامه داره که حتما باید رعایت کن. اینکه اگر این برنامه به طور طولانی روی گوشی شما روشن باشه حتما این گوشیتون رو کامل باتش خراب میکنه و شارژتون رو خیلی میخوره. این برنامه بیش از 10-15 دقیقه اصلا توصیه نمیشه. خیلی ممنون که ویدیو رو نگاه کردید و تا ویدیوی بعد و آموزش بعد خدا نگهدار.